اومدیم با یه نوشیدنی زیبا و خفن. در درجه اول بر لیوانمون رو پر یخ کنیم که این کم و بازم بهش اضافه میکنیم. وقتی لیوانمون پر شد ما اول 15 تا آب آناناس میریزیم داخل لیوان. بعدش 15 تا چیزی که نباید، 15 تا آب زردآلو، مجدد 15 تا چیزی که نباید. بعد نوبت میرسه به آب انبوه. این هم 15 تا میزنیم و آروم میریزیم تو چیزی که نباید. و 30 تا هم آب هلو احتیاج داریم. یه پینچ نمک روش میزنیم. و میتونم بگم که نوش جونتون به همین راحتی.